مشق استادیو الو سوشو الو شای نگاه میکنی تو چپ بشی بیا ایت دیم برم نه ناجانی اوی پال سلمانی رو چی میکنی؟ خب پال دلاکیسته پس تو سکو وی نکنی کل میکنی ابروی ما کل میکنی از برای خدا ابروی ما کل میکنی یا نه دستا نبره مشک دیوانه میکردی با خدا خور میکنی اینا خوراک دیوانه بخ بریم برو خدا گمت کنم دیوانه زنه دیوانه میکردی خدا دیوانه شوید باش اینا رو دکتر به بستا گفتار سرما میکنه که در یاراشای مکی غرض گرفته در یاراشای مکی بزدن تو چی کار داری در خانه از زن وام کاش که بال باشه از بیاب زن از ایران بانی آدم ما بخوره چی کنن خدا بیزنه ایتا که دیوانه زنه چه بلا دیوانه نگی آمدی ما خدا گناه کرده بودم کار که جزا میتی منه چه بلا دانه بی سرانه سرگیش کار نکردیم خدا جان این الان زلزله است خدا جان زلزله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول زلزله بودو پس خونه پایان برو که خانه سر پایان برو که زلزله بگرید وای کمرک بیا گم شد دست من بگی برو بیا گفتم او بچه بیا بچه بیا هر دم از پایین برام هر بیا بچه بیا جا بپای ست کن بیا بچه برو میگم برو بابا جار بکن الو کمرک چی کنیم؟ دخترها زیر پای نکنین او هم امانت بری با چوتای زنده را از اینجا جمع میکنیم بریم سو سایس بریم به بسیار احتیاط بادین دیگه کدام شاخ خوبش داره نیست اینو که یک از خود میگم بیا ایسا برو بخوره بس ماستن چیز نگوین شب بیا بادینی تا بیا بچه که اینال دبلات میمونیم مادر تام نیست پایان نشو خود میگم برو دو شاخ دیگه خب بیا پایش دو شاخ دیگه بیا دو شاخ دیگه بیا زیاد خوشت آمده بالا چند روز دیدیشه بادین چرا پایین میشی میگم بیا دو شاخ دیگه بیا اون دو شاخ رو برای میره چیز نگوین شه چی گپ از خوارک چرا خنده میگن خدا درخت است دیگه بند میمانه دامنه ده خوارک سرشیم خنده نکن فکرت باشه که نفتی باودی بریم موسو یک ذره بیسو باودی نفتی که مادر تام نیست در ولایت میمانیم مشک خوار از حالا کلش سلمت کن
خو زیاد خوشت داره نه؟ خوشحال باش. خیلی اون طرف تر بریم یکم. نه گفتم تا نشی خب باودین. این خود چیز نشده ایره پر خودت خیلی میمانم باز بخو ما هیچ نمیخوریم. خو خیلی باش میریم برو. دخترها زیر پای تا نشه باز ایره پسان جمع میکنیم. پس خود پیشی بند شده. خیر است خور. بسیره جان. برین این بیخ بریم بیاین. سعی بتکان دیگه باودین. بتکان خب باودین. آفرین. آفرین دیگه. پایین بگیرش. یک تک دیگه هم بچه بالاست. نه خود طرف هسته. او در باغ همسایه میریزه خود شاخ رفته طرف باغ همسایه. این نمیره خو میتکاندی. سک سرکلی من خدا ندادی. خیر دست خود ما میریز دختر. اون اوسو داره اون اوسو. بریم اونجا. بریم. نه پایین نشید. پایان نشو گفتم برو بالا شده اون شاخ دیگه میریزه. پایان نشو بتکان. نه بسیره. بشی. الا گل خوار خود بده دیگه اون طرف ما بتکان. بخی دیگه. حال خیلی کجا میری؟ این طرف خیلی بالا شد. این اینجا بلند شو خیلی بیا. آه. او طرف برین دختر زود زیر پای نکنین خوب کی رو با جمع میکنیم بیازو خدا. آفرین گل خوار خود سعی بتکان. از جال که زیادتر در سر مریخ. بیاین ای فکرت باشه سمیرا جان زیر پایت نکنی کل تو تایی خوب شست. بتکان دیگه آفرین چی تو خوب بچه بودی تو. بتکارا. آه خیلی بینی. بس دیگه خواب میریزه. دخترای جالا با ما بتنین بین زیر جمع کنیم. سمیرا جان چرا خنده میکنی؟ خب بگی که جمع کنیم. تو دیگه خوشش آمده من. بلا. وسیله جانم تشتک میری خور؟ بله آینه آد. بیارشم. میتونی تا شده پایین شو باودین. اینه تشتک است. پایین شده که سعی کنفتی؟ بسیار. پایین شو باودین که مفتی دیگه. سمیرا جان. بله. سعیست. باش که من میره. توجهش باشم نفت اینا. دست چیز گزید؟ پایین شده که پای تا سر زو شاخ چپان. وسیله جان تو جمع که خور خودش پایین میشه. باش که نفت اینا مادر تام نیست. برو نمفته او ما و شما را مندازه. خب آنه بوتاید. بوتاید دم پایین است. غرضش نگیرین که اینا رو بیار میکنه باش. باودین جان برو قیقه بیار. یکم او بیار. برو دیگه خواه یک بیار که تو تا بشویم بخوریم. برو از شا بکش باز ما خود ما میگیریم. خب از شا بکش فقط ما خود ما میگیریم. و مجبان برو دیگه خانه. خبرداری؟ نه چه؟ رسومی به عقلت خانه ملک رفته بودم. جوال؟ و نمورد که من در باغ برم باودین درخت بالا شد کلم انداخت. ملک آمد. گو بیدر بیا بیشی کاکا خنجر گفتم خیرت باشه. توت بتکانم چی نگم ما پشتی چیزان آمدیم بیدر بیا بیشی که سنویت. تا 2 دفعه شد که آمده 1 دفعه آمده من نبودم
سنوهای ما دستش گرفته و سنوهای ما در قریه است میره گپ در قریه تیت میشه کتیزنم دست گرفته یعنی امروز هم که ما رفتم سیاستم کتی ما یاد کرد که برو کاکا خنجره بگو یک درکت از احتیاط کنین چرا این دختر جگرخون ساختین یعنی چرا بی عقل است چرا فامیلش رو نصیحت نمیکنه حیران موندیم می مادر پدرت چرا برای نصیحت نمیکنه که خانه پدرت است که تزما گذرانت است بینی ما را در کل قریه میبره در کل قریه جار میزنه چقدر گفته خب گمش کنم تو لوده و از وقت که آمده قدیمام جنگ میکنه غال میکنه دوام میکنه این هم یک گفتم موندن و خلاص اون آدم شویم جوره ششتم خودان خنده میکنن چی میکنن چی نمیکنن دیگر خونی برام تو اون یک دانه دخترم کتیش در گرفت سو اون دخترم خانه ایلا میره اگر خانه کاکای خود میره اگر خانه خاله خود میره خانه همه خود میره تبایم کردن چی کنم کته جو یک شو دخترم جای نمیره انا رو ببینه دست دقیقت هم چی میشه های در گریان میشه میره مادر زاری میده دل من از شاکتی کتی دختر اگه بفهمم چی کنیم بیخی من با یک پیسه کتی خرید زمین نبته نمیره بفروش رقم که میکنیم ما در کابل زندگی خدا جور میکنم حال قریه مورد چی کرده در کابل نمک گپ است بفهم کنجا سیسکری ما سیل است ساتریس اینجا قریم و با برو شکر با عزت کل جای است کابل هم است اینجا میگه یعنی که سر ما خشکک جمع میکنه سرگین جمع میکنه تندور میکنه صورتم خراب میشه ناخونم خراب میشه دستم خراب میشه حال بچه نانی جگر برای ما مردم داد که کارا رو میکنه دخترش خب نه بشینه بفهمانه بگویه بچه حال مردم میره مردم کابل قریه را میگیره اونم مردم قریه را از خود میسازن اونم 4 گرد از خود میسازن وکیل فامیلش ایسو کلاگی که آقای در جای بری ذات قدرت باشه دینمی 20 نفر که تمایلی نکرد از برین میستر صدایی که دختر پریشان مرا میسازه و پریشان ساخت ایشوی به عقلش این هرچی که میگمش نادان است نه پدرم شوه نه پدرم کدام سیایی سفیدی برای دادن کند شده او بچه کدام میدونه چی دادنش چی خورد بچه نبود که رقم کنه رقم کنه نبود بیا که میره میمونه که بخیر از در کابل خود انداخت خداوام ما کارو غرض نداشتم خب پس خودش آمد پیش من دریام گفتن نتونستم لا در قریه ما صدا کنم که برو نمیگرمت نگاه این مردم رو چی میگن عزت آبرو داریم اون تو بابلایی صاحب همه خبر شد تبا این ساخت این تام خادم ماجد که خار میره برای ماجد همون مرا پیش خارخانه استاد کرده که کاکا خنجر یک سیاستر از خانه تان اومده بود خانه ملک سیم بفهمونش زیاد گفتم سیاستر از بگویش گفتم دختر نکو مرا بیا برو این صدای تا نکشی بیزتو بیا برو ما بگو شرم است ما پدرت هستم اگه بفهمم دیگر او دختر دیلامیست که میگه بته امی میگه که بته که من میرم در شاد من آیندی اولادم در شاد که غسلم در شاد حالا شور چی داره خب شکر شورم خوب از درد نمیگیم نه قریم آبادی داره نه شورم آبادی داره خب تو چی میخوایی حالا بان تو کنی پیسه دست ما باشه که برات بتم گراو میگیری میخری چی میکنی اون زمین هم خود نمفروشم مرد کرد او بخرید از دشار چوب بخرید از دشار نان را نانبایی میبری پیسه میگیره که نان پخته میکنه دوتایش میچه کنه امور آمازد پیسه میگیره اینجا خود تندور است وطنت است و دل خود خشکک درخت او پاک اون او مفت نان مفت همه چیز ساعت تیر ترکاری درخت های خوبش هر جایی که میشینی بیشی هوای آزاد آب هوای خوب کی بفهمه دولم کابل و کلان شده دولم حساب خود را زده ای خدا بده خودت دیگه اگرام روش یک دفعه خانهشان برو باز که خالش که مادرش که پدرش گپ دی نکنی بگو ما رو بیاب نسازی ندوده که دختر تگرفتیم مروزی خوشی ندیده باش میرم میگم باش چی رقم گپ میزنه با من ما هم گپ یاد دارم ما مرده که بی گپ و بی سخن خود نیستیم که نگوییم خالم با خوبی و خوشی گپ میزنه مقصد ای بچه ما عقلت ای بچه رانده شده بسیار من جگر خون ساخته ای بچه دلم است که اونامون جا هستم گمش کنشتم و نور صدا را کل کار دسته بچه همه ما تو جورا بیشینی میسای که مرده که دونمی جورا بیشینی که ببینی وقت که تو شده دمی گوش دادن یا باش که چی میگن چی نمیگن چی میشه برای خدا پریشان کن
خدا مرگم مرا نمیته اینه مریض خدا نکنه خدا یک ساعت کمت نکنه سرم برای این رقم با خدا تو هستی که پریشانی. زندگی است تو که نباشه زندگی من پریشان ما ساختن تو که هستی قدر قریه و دی و دیات میگن ایده تا پیرکی 24 سال میشینه غیبت میکنه. حوصله مرا به سر رسانده. من حوصله ندارم. هر دقیقه گپای از را گوش کنم. حالا غیبت تو رخ نکده غیبت من نکده فهمیدی؟ میگم مشان بود حالا چی کنیم؟ خب بخی برو کشان گپ بزن بگو چرا ایره پاره میزنین؟ ای چی فایده داره در خانه شتین هم غیبت کده میرین؟ یک 4 روز حوصله کن وقت میفهمم بزرگ بشی تا جا و لغمان برسه. اما بشین مردقه 4 روز صبر کو 5 روز صبر کو 4 روز صبر کو 5 روز صبر کو. حالا پدرم از خیلی چی بگویم کتیش؟ زودتر چی بگویم؟ بخیدم تا دقیقه چم کتیش؟ ها؟ به تو خونه میشه؟ پدرم از خیلی چی میشه؟ درباره تو نمیگه درباره من میگه خیره حوصله کنه نه پشت ما بیخی جان قربان میگه. ما شما را گپ نزن خیره فهمیدی؟ من دیگه تحمل ندارم. ایت حوصله نمانده برم. یکی از دیگه 24 ساعت در خانه میمون بیایه. خانه هستین؟ سلام 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 جان سلام علیکم چطور هستی خوب هستی جانم چطور سیور جان خوب هستی درستی خانه خیرت است ایده گذاشتید مبارک باشین تو خواستی باید درم یه چند سازی آرامی ندارم اولادای شکر فرض با خدا این ایران ما بودی کتی سرت شمدام آمدی بیا بسیم باودیم بسیم این شکر کنم که آمدی این شکر کنم او بچه سلام دادی کاکای تا ندیدی که بابا دست جان خوش است تو بودیش زنده باشی شکر بکلتان تو رستی خوره کشی خدا ببخشه بیادر من یک گل از برای من بخی که قومی ایتان آمدن. نه کاکای من که بچه کاکای از دست میمونه شما من روز ندارم. شب هم میمونه است روزم. زنده خو باشی تو بیخی دیگر کلا گیره بگیر ساختی حالا بچیم چه باش بچیم علمی تداوی کنیم ده داره درخت داره بوته داره شفاخانه سیت روانی را اگه ندیدی پاری شفاخانه استقلال دکار در کارتیسه در کارتیسه باودی نزو بتر گیر خم جگر خونی درخت داری شکر ده گوشت ری هر نکرد چیز دست داری پنجید بچه. خوش کرد ببرید. آی مرجان گمش که چیزی که خدا دیوانه رو سر چار نکرد حالا در که سر صدای بچه او باشه خداوند حالا یک کارون عزیزانشون حالا شما پیدا کرده پروردگار در دنیا سیت روانی دست پالیش افغان استقلال از در کارتیسه نه زنی مرجان نزن شایی بزنی متکن دیگه یاد کنه که جان درد کنه یعنی باودی نزو بتر صدق نکن. صاحب زمین است زندگی است هر چیز است خوار خدا خیرم نکنه دکر که تدویش بگوی ورم نظر آی کرد مرجان پیسر کمی کله در کله میکنم پیسر میزنه خدا زده هلو نجانی هلو چای چپا از یک چیز مرگ خواب دست سر شود خیره کم وقت آرام بشی که راوردم که ساعت تیز شود نکو تو باش که ما برو امیگه که اینجا خوار کوشش کنجا نگاه میکنن سیت روانی نگاه میکنه توبتی میکنه بردم شه نگرفته شه سیبان بچه بودین بام جان پدر باودین جان گفت ساعت روانی گفت در پشت چاپ پیش شفاخانه استقلال از دکارتیسه رفتم بردم شه با زمان دکترها گفت ما مریضایی را میگیریم که تکلیف روانی داشته باشه یعنی یگان روانی این خود دیوانه است این خدا زده دیوانه ساخته علی صاحب ببرید از جلال آباد که در زنجیرها بسته کنش نان و نمک بتش یک ماه این خود دیوانه نیست این تکلیف روانی دارد خو خینای پای نشان میده چه کنم که میتونم میگه این پایش خینه پای تر خینه نکرم بخی برو چای بخی بیار دیگه شما خود را صدقه چم زنی وردی ما برم چوی بیارم دخترم چای بیار صدا کنم برو کجا سلوی؟ دونم میگه دو خانم دو خانم
مادر کمبخت زایده. دیوانه نه دیوانه که از الیاباد هم دیوانه خانه داشت نیالی صاحب مردم میبره در جلال آباد بله سراچه میگه دو تیر میشه نیالی صاحب است نمیره زنجیر بیاری نمیره دیگه ابتدا در دیوانگی خودم اندازه که دیگه توبه نمیره خود نسوزانه روغن چپه نکنه کسی دیگر نسوزانه حریق نکنه از این چیزا جلوگیری کنین خوار تو خوشی کن مفلس نیستی کار نگوی که باره مزبری بازخ سر خراب ششتی نمیفهمی زنیبرم آمده که خوار خود بخی چای بیار بخی غم یک دیگه کاسه رو بخو تو چیشتان دیگه کی به درد میخوره من بیان زر خبر کنم خب من میخیزم گفتم میکنم دیگه چی مشکل داری؟ من مشکل ندارم مقصد اون ترکاری تو چیزا رو گرفتیم آمدیم بارو میگیری چای هم جور میگیری کل چیزا باید ما دوباره نکنیم تو این کار خود تو اون کار سعیز برو بیشی قرار کرد پیش میمانید نینم یک نوز هستی خلاص کردیم من بخیزی چای بگیری بیاریم خیلی چی کنم کدت؟ ناز نستی کده من